ما خیلی وقتا واژه‌های ساده رو نمیشکافیم. مثلا موفقیت، وقتی صحبت از موفقیت میاد همه خونه‌های لاکچری، ماشین‌های لاکچری، کت‌شلوارهای لاکچری، موقعیت‌های لاکچری و اینها رو میاد تو ذهنشون. اما خیلی از افراد هستن اینا رو ندارن ولی موفقن. چیه پس موفقیت اگه اینها نیست؟ خیلی مدارج عالی دارن، خیلی آرامش دارن. موفقیت اگه ریشه کلمه‌شو برید دنبال کنید از وفقه میاد، وقف دادن، توافق کردن، به نتیجه رسیدن. وقتی من شرایط سختی رو دارم و با اون شرایط خودم رو وقف میدم، این میشه موفقیت. اگر یه عزیزی رو از دست دادم و در سوگ هستم و میام خودم رو وقف میدم با اون شرایط، این میشه موفقیت. و شما میبینید خیلی جا شما موفق بودید، معیارا درست تعریف نشده بوده.